امروز قراره یک بار برای همیشه مشکل نصب نشدن و اجرا نشدن بازی ها رو حل کنیم. بهتون قول میدم بعد دیدن این ویدیو دیگه هیچ اروری سد راهتون برای بازی کردن نمیشه و همه بازیاتون رو میتونید به راحتی اجرا، نصب و بدون افت فریم و لگ، البته خب اگه سیستمتون بکشه واسه اون بازی، اجرا کنین و مشکل فنی هم تو اجرای بازی نداشته باشین. ما قراره بریم درایورهای کارت گرافیکمون رو دانلود کنیم، اگه دانلود داریم آپدیت کنیم، بعد از اون بریم پکیج‌های مورد نیاز برای اجرا و نصب بازی‌ها رو دانلود کنیم مثل دایرکت ایکس و بعد از اون بریم کرک‌های مختلف رو توضیح بدیم، دودی، فیتگرل، جی او جی، هر کدومشون چه ویژگی‌هایی دارن، چه خوبی‌هایی دارن و چه بدیهایی دارن و کدومشون از همه بهتره و در نهایت آنتی ویروسمون خاموش کنیم و یه بازی رو با هم نصب کنیم. و اگه مشکلات احتمالی بعد از اونم توضیح بهتون بدم که اگه به مشکلی هم خوردین که احتمالش خیلی کمه بعد از این مراحل، بتونین خودتون مشکل رو حل کنین و دیگه دست به دامن کسی نشین. پس بهتون قول میدم این ویدیو خیلی کاملی و بعد این ویدیو دیگه به یک دانش کاملی توی نصب بازی میرسین و به مشکلی به احتمال زیاد بر نمیخورین. باید بریم تو صفحه دسکتاپ تا این مراحل رو شروع کنیم و یکی یکی پیش بریم. اولین کاری که میکنیم درایوره که خیلی مهمه. درایور اگه شما کارت گرافیکتون و موتور اجرای بازی در نظر بگیرید، درایور روغن موتور اونه و خیلی تاثیرگذاره. بریم تو صفحه دسکتاپ بیشتر حرف نزنم. خب مهمترین چیز برای شروع دانلود درایور کارت گرافیکمونه و یا اگه داریم آپدیتش کنیم. برای این کار باید چیکار کنیم؟ درایور کارت گرافیکتون، خب کارت گرافیکتون یا اینویدیا احتمالاً یا AMD و کسی که اینتل استفاده میکنن هنوز انقدری زیاد نیستن، ولی خب پروسش مثل همیناست بهتون میگم. برای کارت گرافیک اینویدیا که احتمالاً اکثرتون استفاده میکنین چیکار میکنین؟ این سایت من لینکشو براتون گذاشتم، شما وارد این سایت میشین و یه بخشی داره اینجا شما کارت گرافیکتون رو وارد میکنین. خب همتون احتمالاً از جی فورس استفاده میکنین، اینو میذارین رو جی فورس و سری کارت گرافیکتون رو وارد میکنین. اگه 2060 میشه سری 20، اگه 3060 3070 3080 سری 30 و اگه سری 40 هم که سری 40 حالا 50 هم جدید اومده یا سری 50. این نوتبوک هم برای لپتاپ انتخاب میکنیم. به عنوان مثال کارت گرافیکی من RTX 4060 سری 40 رو انتخاب میکنم و اینجا میایم جزئیاتش رو وارد میکنیم. آیا 4060 Ti، 4070، 4080، 4090 چی؟ حالا من 4060 معمولی 4060 معمولی رو انتخاب میکنم و اینجا سیستم عاملتون رو انتخاب میکنیم. ویندوز 10 استفاده میکنین، 11 یا لینوکس که احتمالاً اکثرتون یا ویندوز 10 یا ویندوز 11 استفاده میکنین. فکر نمی کنم کسی روی لینوکس دنبال بازی کردن باشه. فایند رو میزنین، میره آخرین نسخه رو براتون پیدا میکنه. این از بالا به پایین به ترتیب به آخرین نسخه گذاشته. جدیدترین نسخه همون بالایی است که مال 1 جولای. روش کلیک میکنین، ویو رو میزنین و وارد صفحه دانلود میشه. حالا شما یا میتونین کارت درایور رو به صورت مستقیم دانلود کنین یا میتونین اینویدیا اپ رو دانلود کنین و برین از تو اینویدیا اپ راحت یه دکمه دانلود بزنین و دانلود شه و در جاهای دیگه هم به دردتون میخوره. اگه درایور رو فقط دانلود کنین، شما برای تنظیمات کارت گرافیکتون همچین صفحه‌ای براتون اضافه میشه. اینویدیا کنترل پنل روش که بزنین یه صفحه غیر گرافیکی و زشت بالا میاد که میتونین تنظیمات کارت گرافیکتون رو از اینجا پیش ببرین. ولی اگه اینویدیا اپ رو دانلود کنین، شما به همچین برنامه‌ای دسترسی دارین که میتونین بازیاتون رو از این بخش اجرا کنین و تنظیمات کارت گرافیکتون رو تغییر بدین، ستینگ و کلی قابلیت‌های دیگه و از همینجا هم درایورتون رو دانلود کنین. همونطور که میبینین آخرین نسخه رو برای من گذاشته 1 جولای، همون چیزی که ما توی سایت دیدیم 1 جولای. و این خب مزایای دیگه‌ای هم داره که یه ویدیو کامل براش درست کردم. شما به وسیله این نرم افزار میتونید از حداکثر قدرت کارت گرافیکتون استفاده کنین، تنظیمات رو طوری بچینین که بتونین بیشترین پرفورمنس و بهترین عملکرد رو تو بازیاتون داشته باشین. این از کارت گرافیک و درایورش. کارمون با درایور کارت گرافیک تموم شد، ما نصبش کردیم و الان سیستممون یک کم آماده بازی
کردن. مرحله دوم اینه که ببینیم بازی که میخوایم اجرا کنیم و اصلا سخت افزارمون میتونه اجرا کنه یا نه. بهترین سایت برای این کار سایت Can You Run It که شما بازی مورد نظرتون رو انتخاب میکنید. مثلا GTA V که خب بازی قدیمی هم هست و اینجا اگه روی Can You Run It که اینجا نوشته، برای من چون قبلا وارد سایت شدم همچین گزینه‌ای وجود نداره ولی برای شما وجود داره. روی Can You Run It کلیک میکنین و یک نرم افزار دانلود میکنه که نرم افزارش برای من دانلود کرده و این نرم افزار براتون دانلود میکنه. این نرم افزار میاد سیستم عاملتون و سخت افزارتون رو شناسایی میکنه و تک تک قطعات سخت افزارتون رو به سایت گزارش میده. بعد از اینکه تک تک سخت افزارتون رو به سایت گزارش داد، مدل سایت تغییر میکنه. شما یه گزینه مینیمم و یه ریکامندد داری که الان برای من 2 تا تیکو دریافت کرده. یعنی من با حداقل مینیمم یعنی چی؟ به قول قابل بازی باشه فقط، و ریکامندد هم یعنی پیشنهادی، بتونین خوب و مناسب بازی رو اجرا کنین، خیلی حالت درستی داشته باشه، فریم ریت خوب داشته باشین، 60-70 FPS حداقل بگیرین و گرافیکتون هم حداقل بتونین روی مدیوم یا های بزنین. بعد از اینکه این کار انجام بدین، سایت بهتون ویژگی خوبی میده که شما میتونین تک به تک چک کنین، ببینین اگه مثلا زبدر دریافت کردین چه مشکلی دارین. مثلا من خب ویدیو کارتم اوکیه، سی پی ام اوکیه، رمم اوکیه و او اس و فری دیسکم هم همه چی در شرایط خوبیه، ریکامنددم همینطور. خب الان ما درایور کارت گرافیکمون رو دانلود کردیم و اگه دانلود شده بود آپدیتش کردیم. در مرحله بعدی تست کردیم که ببینیم آیا بازی که قراره نصب کنیم و سخت افزارمون میتونه اجرا کنه یا نه، و حالا باید بریم پکیج های پیش نیاز برای اجرای بازی رو نصب کنیم. یکی از اون پکیج های پیش نیاز دایرکت ایکس که من براتون لینک این صفحه رو گذاشتم. شما وارد سایت رسمی مایکروسافت میشین و میایین آخرین نسخه رو دانلود میکنین و نصبش میکنین. کاری نداره، حجم کمی هم داره و البته این اینستالرشه، خودش میره نصب میکنه و تموم میشه کار. و یه چیز دیگه هم بگم، شما برای این پکیجا اگه نسخه فیتگرل یه بازی رو دانلود کرده باشین که راجع به این کرک هم صحبت میکنم، ما چند نوع کرک داریم که یکی از محبوب ترین و معروف تریناش فیتگرله. اگه شما نسخه فیتگرل بازی رو دانلود کرده باشین، شما میتونین از همین بخش بزنین که دایرکتیکستون آپدیت بشه و پکیج های سی پلاس پلاس هم براتون نصب بشه که خب اگه بازیتون جدید باشه قطعا دایرکتیکستون هم به آخرین نسخه آپدیت میکنم. اینم گفتم که از همین بخشم میتونین، ولی پیشنهاد من اینه که این کارو به صورت دستی خودتون انجام بدین، چون ممکنه حین نصب بازی کامل دانلود نشه و به مشکل بخوره. این از دایرکتیکس. بریم سراغ پکیج بعدی. خب برنامه بعدی که نیاز داریم، البته برنامه که نمیشه بهش گفت، پکیج بعدی که نیاز داریم پکیج ویژوال سی پلاس پلاس که من براتون آدرس این سایت هم تو دیسکریپشن گذاشتم که همه نسخه ها رو یک جا میتونین دانلود کنین و یک پکیج کاملی از سی پلاس پلاس داشته باشه که تو نصب بازی های جدید و قدیمی هیچ کدومش به مشکل نخورین. اینم میایین از سایت دانلود میکنین و نصبش میکنین و کارمون با سی پلاس پلاس هم به پایان میرسه و میریم سراغ پکیج بعدی. پکیج بعدی که نیاز داریم نت فریم ورک خود مایکروسافته که طبیعتا دوباره وارد سایت مایکروسافت میشیم و اینم بگم که همه این لینک ها تو دیسکریپشن هست، میتونین بهش مراجعه کنین و بردارین و آخرین نسخه نت فریم ورک رو دانلود میکنین و اینم نصب میکنین. حالا با نصب این پکیج ها چه مشکلی رو برطرف کردیم؟ یه مشکل خیلی رایج که شما موقع نصب فلان نسخه میگه فلان DLL رو پیدا نمیکنم، فلان فایل رو پیدا نمیکنم. همچین ارورایی رو احتمالاً دیدین که به این ویدیو مراجعه کردین و با نصب این پکیج ها به احتمال خیلی خیلی زیاد دیگه به همچین ارورایی بر نمیخوریم و اگه برخوردینم بهتون میگم که باید چی کار بکنین. قبل از اینکه بازی رو نصب کنیم یه نکته‌ای که باید بگم اینه که باید آنتی ویروستون رو حتما غیر فعال کنین و حتی قبل از اکسترکت کردن فایلای ررش، چون اگه آنتی ویروستون
فعال باشه ممکنه بیاد کلا پاکش کنه بازیتونو و یا اگه پاکش هم نکنه بعد از اینکه نصب کنین میزنین رو بازی میبینین اجرا نمیشه. چجوری آنتی ویروستون رو غیر فعال کنین؟ روی یه تایپ میکنین سکیوریتی، ویندوز سکیوریتی وارد میشین. در این بخش روی این گزینه کلیک میکنین، میایین پایین منیج ستینگ رو میزنین تو این بخش و همه این تیکا رو خاموش میکنین و میریم سراغ ادامه کار، نصب بازی. خب میرسیم به یکی از جذابترین مرحله ها و مرحله نصب بازی مورد علاقه مونه. برای این کار خب باید اول وارد یک سایت دانلود بازی بشیم که من آموزش نصب بازی های کرکی رو دارم توضیح میدم و خب دانلود بازی از استیم و اپیک گیمز و اینا کاری نداره، شما توی اپلیکیشنش روی دانلود میزنین خودش نصب میکنه و اجرا میشه و خیلی راحت و ساده است. ولی بازی کرکی یکم پیچیده تره و شما اول باید وارد یه سایت دانلود بازی بشین. بهترین سایت های دانلود بازی و مزیت های هر کدومش زیرنویس فارسی میذاره، کدومش نسخه های مختلف کرکو میذاره، کدوم آرشیو کامل تری داره، اینا رو همه رو توی یه ویدیو دیگه توضیح دادم که اونم میتونید نگاه بکنید. ولی خب به عنوان مثال من وارد سایت VGDL میشم که یکی از بهترین سایت های و فایل های معمولا سالمی داره و نسخه های مختلف کرکو گذاشته. ما محبوب ترین و معروف ترین کرک معمولا کار داریم که نسخه فیتگرله. چرا؟ چون تو ایران دانلود بازی سخت‌تر از نصب بازیه و اون زمانی که برای دانلود بازی صرف میشه خیلی بیشتر از نصب بازیه. منظورم چیه؟ نسخه های فیتگرل حجم کمتری داره، همونطور که میبینین این بازی که لایز آف بی به علاوه DLC شه نسخه فیتگرلش 37 گیگ حجم داره، ولی نسخه های دیگهش مثل نسخه رونش 57 گیگ حجم داره. از طرفی آرشیو فیتگرل کاملترین آرشیو و نصبش هم ساده ترین نصبه. نسخه های دیگه هم هستن، مثلا این نسخه هم یکی از معروف ترین نسخه هاست که اینم بهتون پیشنهاد میشه اگه فیتگرل رو ندیدین. ولی اگه فیتگرل رو دیدین به نظر من همیشه از کرک فیتگرل دانلود کنین. از طرفی یک سری بازی‌های زیادی هستن که تو سایت‌های ایرانی قابل دانلود نیستن به یک سری دلایلی که خودتون میدونین. به عنوان مثال چی؟ به عنوان مثال سایبرپانک. برای دانلود این بازی‌ها باید وارد سایت خود فیتگرل بشین و از این بخش بازیتون رو دانلود کنین. واسه همین میگم که فیتگرل میتونه کاملترین باشه و میتونین به راحتی وارد سایت فیتگرل بشین و از طریق خود سایت فیتگرل بازیتون رو دانلود کنین. این از کرک فیتگرل. کرک‌های دیگه که حجم بالاتری دارن فرقشون چیه؟ فرقشون این نیستش که خب مثلا فیتگرل اومده از شاخ و برگ بازی زده. چرا؟ از یه سری شاخ و برگ بازی زده که میتونین بعضی وقتا به صورت مجزا اونا رو دانلود کنین. به عنوان مثال چی؟ به عنوان مثال اومده دوبله چینی بازی رو حذف کرده. خب ما به همچین چیزی نیاز نداریم، دوبله روسی و فرانسوی و فلان بازی رو حذف کرده. این حجمشو تا حدودی آورده پایین‌تر که میتونیم به صورت جدا در این بخش سایت خود فیتگرل مثلا اومده گفته سلکتیو برزیلیان، میتونیم فایلای دوبله برزیلی رو دانلود کنیم. ولی از خود بازی و گرافیک بازی هیچ چیزی کم و کاست نمیشه. و فرق دیگه‌ش هم اینه که به دلیل فشرده سازی خیلی زیاد حجم کمتری داره ولی زمان نصب خیلی طولانی تری داره. نسخه رونش ممکنه نصبش 1 ربع طول بکشه و نصب نسخه فیتگرل 30 دقیقه طول بکشه. پس پیشنهاد اکید من اینه که درسته کرک‌های دیگه هم وجود داره که کرک‌های خوبیه ولی همیشه فیتگرل دانلود کنین، از همه سربسته تر و راحت تره. بعضی جاها اگه فیتگرل نبود میتونین به ترتیب کودکس و رون و این کرکی که حقیقتا نمیدونم چطوری تلفظ میشه رو دانلود کنین. خب تو مرحله بعدی میخوایم بریم یک بازی که نسخه فیتگرل هست و با هم نصبش کنیم ببینیم به کجا میرسیم. فایل رو اکسترکش میکنیم، از یک سری فایل بین تشکیل شده و یک فایل ستاپ. خوبیه نسخه های فیتگرل همینه که شما ستاپ رو اجرا میکنین و تموم، ستاپ رو نصب میکنین تموم، بازی قابل اجراست و دیگه کار دیگه ای لازم نیست بکنین. ستاپ رو اجرا میکنین. تو این مرحله شون میتونین لیمیت بذارین. اگه کامپیوترتون کم رم داره و از طرفی هم دارین همزمان از
سخت افزارتون استفاده میکنین، فتوشاپ بازه، پریمیر بازه یا برنامه سنگین بازه، این تیکو بزنین که بیشتر از 2 گیگ برای نصب بازی استفاده نکنیم. ولی توصیه من اینه چون نسخه های فیتگل هم طولانی تر نصبشون، شما کامپیوترتون رو همه برنامه رو ببندین و این تیکو نزنین که سرعت نصبتون بره بالاتر. نکست رو میزنین و خب طبیعتا خیلی راحت نکست رو میزنین. اینجا جایی که میخواین بازی نصب بشه رو انتخاب میکنین. همیشه توی نسخه های فیتگل این پایین مینویسه که به چند گیگ حافظه نیاز داریم. مثلا برای بالدرز گیت 3 گفته به حداقل 160 گیگابایت حافظه نیاز داریم و نکست رو میزنیم. اینجا به ما میگه که آیا میخوای دایرکتیکس رو آپدیت کنم و سی پلاس پلاس ها رو نصب کنم برات، که ما این تیکار رو نمیزنیم. چرا؟ چون رفتیم دستی اینا رو نصب کردیم دیگه. دایرکتیکسمون آخرین نسخه است و اینا همه نسخه آپدیت شده. این تیکا برای چی غیر فعاله؟ چون شما میتونین به صورت جدا بیاین و اینا رو دانلود کنین. مثلا این نسخه محتوای اضافه بازی رو دانلود میکنین و اکسترکت میکنین، فایل بینش رو میان اینجا قرار میدی و اون موقع این فعال میشه. مثلا اگه من بیام دوبله برزیلی بازی رو دانلود کنم، دوبله مثلا لهستانی بازی رو دانلود کنم، اکسترکتش کنم، فایل بینش رو اینجا بذارم، اینجا یه گزینه نصب دوبله لهستانی هم اضافه میشه که من میتونم تیکشو بزنم. ولی الان چون ما فقط خود بازی رو دانلود کردیم دیگه این تیکا قابل زدن نیستن و غیر فعالن. این استالو میزنین و تموم و کارتون تموم میشه و همین. این نصب نسخه های فیتگله که راحت ترین نصبه و بریم حالا ارورایی که بهش ممکنه بر بخورین رو بهتون بگم. حالا میخوام اروری که ممکنه بهش بر بخورین رو بهتون نشون بدم. ارور دیگه فکر نمی کنم بهش بر بخورین اگه این آموزش رو مو به مو اجرا کرده باشیم، چون ما همه پکیجا رو نصب کردیم و همه چی درسته. درایورمون آپدیت، پکیجامون نصب، آنتی ویروسمون خاموش و سیستم عاملمون هم بازی رو میتونه اجرا کنه و حداقل سیستم پشتیبانی شدهشو داره. پس اروری احتمالاً قرار نیست بر بخورین. ولی تنها اروری که ممکنه بهش بر بخورین میس شدن فایلای DLL. برای این کار چیکار میکنین؟ مثلا یه فایل فلان، من همینجوری شانسی زدم خودش میاره، اسم فایلتون رو میزنین .dll رو میزنین و سایت اول همچین کتابخونه‌ای میاد، کتابخونه بزرگ فایلای DLL. میاین این فایل DLL که براتون گذاشته رو دانلود میکنین و بعد از اینکه دانلود شد میرین توی محل نصب بازی کپیش میکنین. بعد از اینکه دانلودش کردم به من یه فایل زیپ میده که میام این فایل زیپ رو اکسترکتش میکنم و توش فایل DLL که لازم دارم وجود داره، واردش میشم. این فایل DLL که لازم دارم رو بر میدارم. به عنوان مثلا بازی بالدرز گیت من به همچین مشکلی خورده و این فایل DLL رو نداره، اون فایل DLL رو کپی میکنم، مثلا GTA IV فرقی نداره، میام اینجا پیستش میکنم تو محل مورد نیاز. میبینین که اینجا یک سری DLL هست و ممکن مثلا این پاک بشه. الان من اینو پاک کنم بخوام بازی رو اجرا کنم میگه این DLL نیست، میام اون DLL رو اینجا پیستش میکنم و کار تموم میشه. این تمام چیزی بود که ممکنه تو نصب بازی به مشکل بخورین و تمام راه حلاشو بهتون گفتم و الان واقعا فکر نمی کنم دیگه مشکلی باشه. اگه مشکلی بازم بود برام کامنت بذارین تو نصب بازی بعد از طی این مراحل، حتما جوابتون رو میدم. اگه از اینجور سبک ویدیوها خوشتون میاد میتونین کانال سابسکرایب کنین، ویدیو رو هم اگه دوست داشتین لایک کنین، کامنت هم اگه مشکلی داشتین برام بذارین، اگه هم حمایتی دوست داشتین کامنت بذارین که خیلی هم ممنونم. تا درودی دیگر، بدرود.